بانوکو واجهان سلام و درود باشد که گپ و تران آریان تیوی بلوچی برنامه ها مرچی ما پدا بلوچستان احوالات و مخصوصا همی انگی احوالات که در رابطه با انقلاب سراسری که ایران شروع بیده برنامه دیما بریم واجه عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان چه لندن گو ما همراهیم و بانوک مهرنوش شهبازی جنیانانی اک کوکوک جودکار چه آلمان گو ما همراهیم واجه بانوکم واشاد که واجه دوشوکی ما چه شما رو شروع کنیم. شما در رابطه با اعتراضاتی که یه هفته بیتم و یک برای جالب مسئله اعتراضاتانی حضور جنینانی که اعتراضات برزورت چیزی که ما شما را بلوچ مخصوصا سراسر دنیا به انتقاد گرفته ایراد گرفته که ما شما تظاهرات مردینی تظاهرات ما شما استان تو کا بلکه ما یک دو هفته اخیر پیش داشت که نه اعتراضات نه تنها مردینی نه بلکه مگیشتر نیم تظاهراتانی جنین بیتگد. شما در این رابطه می واسه توضیح بدید. واجد دوشو که من تواره دارید؟ واجد دوشو که منی توار احتمالا شما را نرست من از آن منی توار دارید یا نه؟ اشکو من مثلا منی توار پیدا که یا نه؟ آن شما توار هستین شما را باری من سوال متوجه بیته یا من سوال متوجه بیتم ولی من هیه گوشت که من عرض درود و سلام گوشت من درستین گندوکا من گوی ای ساکن شهرین جستی و منی حیالا اولی مردم که باید خبر بکن تو اگه اجازه بده واجه جانزیب بانو مهرنوش شهبازی بیتنه من لوتن چه بانو که با هنی زمانه آر است منی حیالا که مخصوص خاص طور پر بلوچانی جنین دیماتر باید بیاین تناو و پیسرتر چه مردینه خبر بکنم به همین خاطر من توار نیست که من گو بانو مهرنوش شهبازی خبر بکنم و یه جست جواب بده که هنی پرچیه واقعا چون باز گجران گوشته یا ایرانیان گوشته که بلوچانی جنین نه آیم ولی ما انا گنده که بلوچانی جنین هم تظاهرات زاهدان و ایران شهر دیما پیدا کنگو مردینا هورن تو هنی هم ما گنده رادیو تلویزیون های مختلف ما فعالین جنین دیما کایگم به همین دلیل من گو که اولی به اصطلاح ارجحیت گو بانوکان و بانو مهرنوش شهبازی خبر بکن چه رن من دومی مردم بیام زندگ باته باز واشنگ پی برای ما وقتی ما بلوچی رسم حسابه که تریبون مستری نداده ولی شما خبر کامل درست سراسر دنیا تریبون اول جنیه ندهند. بانوک مهرنوش شما در رابطه با همین سوالی که من چه واجه دوشوکی جزگوز با آیام پوشی میکروفون اول شما را داد که شما به عنوان جنینه به هر پیسر دیوانه بونگیج بکنه شما در رابطه با یه جنینان حضور زاهدان و تظاهرات وایشن که به هر ما شما را انتقاد کنک بید شگان جنک بید که بلوچان تظاهرات مردینی تظاهراتن شما در رابطه با جنینان حضور که شما وقتی حوزه فعالیت هم به هر جنینان حقوقی که شما میواسه توضیح بدید در این رابطه. سلام و درود در اول به مچ بینندم و همچنین واجه ناصر ستر دوشوکی و شما ممنون که برنامه قانون اشتد و در رعایت نکند و جای امید و خوشحالی این که بلوچ جامعه داری تغییر رکن و به این سرعت خیلی خوبه شرین چیز که جنین انون مچاتن اعتراضات تا چون بلوچ جنین زکش تمام جنینایی که دیگه ملیتان تا هست گشتر ستم و ظلم و تبعیض داشتن چه از لحاظ اسلامگرایی و رادیکالیتی و سیستم مرسالاری و پدرسالاری که داشتن یا وجود تعصباتی که فرهنگ بلوچ تئاتر حکومت هایی که ایران تا بوتان
واقعا خانمای بلوچ مثل ما خیلی سک بوده. حتی منی که خارج از کشورون خیلی پا من سکت که بیایم خبر دیم و تی مشکلات و تی ظلم هایی که در حق من بوده، چیزایی که حقت به من داده نبوده، چه در خانواده چه در جامعه ایران، بیاین خبر دیم. ولی این جنبش باعث بود که بلوچ جنین زک بیاون ما و همچنین خیلیش مردین هستن که دارن همراهی کنن جنینانا که جمعه ما مچ شاهد قضیه هستن که مردن زک دما هستن و جنین در اعتراضات پشت سرشان شعار دادن و دادخواه و تی حق و آزادی هستن که یکی شمان شعارهایی که خیلی مورد چه حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب است که واقعا اش معنادار خبره، اما بعدش رو پذیرا بیان یک جنین زاگم بلوچ چه با حجاب چه بی حجاب، اما باید ای اعتقادات ای باوران قبول کنن و این جنبش که به سمت انقلاب داری رود که انشالله همینطوره بید خیلی خیلی مهمه، چون انقلاب جنینانن و بزرگترین انقلابی این که کل دنیا دریش رسیده کن و انقلابی که ایران تا صورت گرفت فقط ایران یا جامعه بلوچ و کرد و عرب و فارس و ترک قرار نمی تغییر دن، کل دنیا گوشی تغییر کن. اگه ایرانی آزاد بی، ایرانی که برابری حقوق بی، ایرانی که چه لحاظ مذهب و ملیت مچ برابر بی، مسلما خیلی گیترن جایی بی پمن و پشما و همچنین پر کل دنیا. و همیشه شما سوال فکر کنیم جواب دادم تا حد دیگه. سندک بات بانوک مرنوش اتفاقا شما جواب بواشتین کاملا جوابیه شما باتم پیسرا به هر یک برنامه پیسرا یه موضوع اشاره کرد که شما گوشت که به هر بلوچ جنینم مثل همه جنین دنیا تو که یه چیزایی که مطرح و مطالباتی که جنینم هستند بلوچ هم لوتن تا حالا یلات شرایط داخلی نیلند و دقیقاً هم همین اتفاق گفتن چون که اندی شما عبارن تو که متصاویر هم پخش کنه گاته که اما تابلو زن زندگی آزادی بلوچ جنینان دستای پیشداری که بلوچ جنینان مطالبه دیگه مطالبه جنینانی هیچ فرق نکنه چه جنین واشنگتن ببینید چه زاهدان یا چه احبار یا هر کجا ببینید یعنی که انقلاب جنینانی ایران تو که شروعیم ما جنینان شعار سراسر ایران گندگان یک کند و برای شما وقت هم پیسر این موضوع اشاره کرد و هم شهر اشاره کرد واجد وشو که شما در رابطه با یه موضوعی که بانوک مرنوش باش توضیح بده یک و دوش که جنینانی مسئله در سطح بین الملل چیچو واکنش بیت برال که شما بین المللی کارگاه شما و انچو که در جریان بازی معلوکی یا چه سراسر دنیا یه چیز سوال کرد که چه مارا مخصوصا اپوزیسیون ایران که کسا از جریانایی که فعالانشان جز کرد که پرچه جنین گونه باز منتوار چه بانو مهرنوش شهبازی که واشین گفتی کردم حقیقتش این که ایران مردم یعنی دیگه غیر بلوچستان بارا باز نزانم منی حیالا حتی بلوچ وقت هم بلوچستان بارا تاریخ بلوچستان بارا باز نزانم که پچه تاریخ کول گجرانی که ای 44 سال تو که دارک بودنی استاپ یا متوقف کنک بوده کول گجران ما البته من چه مکرانا یا چهبار و آنی مگه گوشم که چون جاز که بگیرتا کراچی تا برو سند ای فرهنگ بلوچی بیتا و چطور ای فرهنگ بلوچ در عرض ای 44 سال بخصوص در رابطه با جنینان بدل بود. موقعی که ما هردتن چوکتن چهبارا منی خیلی تا جایی که من زانان چیزی به نام ستری نیستد، یعنی ستری کشانی که بتا پوشن تو سک درست چهبار مردم و من چوکتا مردم شدگم مثلا یکی از مراسم مهمی که بیتا سیر بوده سیره یکی چه مراسمان کورگان بوده، یعنی سالون که برن کورگان حالا کور سرا یا چاتی سرا یا آپی سرا و جانی شدن تو پده کارند که یه کل بیتا یا تل بیتا تیسکوپان جنین مردین هور بیتگن و آزمانه که این فکر رو این چی مردینان که جنینان دیگه دولی بیتارن هر کس بیتا مات و گوار پتو مات و چوکو بیتگن یعنی این
پلیدین فکر آزمانگاه اصلا نبیده بلوچان توکا چی بید؟ یکیشه که جمهوری اسلامی وقتی به قدرت رست 44 سال پیش متاسفانه همزمان با جمهوری اسلامی می منطقه توکا هم یک اتفاقی مزنه کبت از نظر مذهبی و آشد که ملاهایی که شده بیتگتن پاکستان مدارس دیوبندی درسش وانتگه درسای مدرسی اما تفکر دیوبندی هر در صورتی که بلوچستان توکا تفکر حنفی که برای قرنها بوده تفکر حنفی کم کم بدل بود. ایشی مهمه که میشه جوانان مخصوصا بگوشن چون من وقت جزو کسانی بودن که وقتی مولوی عبدالرحمن سربازی یا مولوی عبدالرحمن ملازی که هنی چهبار امام جمعه وقتی حد چهبار منی ناکو یک لوگی داد همه مای میتگان نزدیکه اولی کاری که مولوی ما را گو بره ای زیارتم پروشتم موقع زیارت باز هسته درگی هسته حضر هسته میوتی لوگانی که دو زیارت هسته که مردم هر روز پشنبه بیگاه یعنی جمعه شپا حد که هم وتی چوکانی اردوکی نوزادانی سرش تراشته همی زیارتانی سرم گوره ما را پرماتی که ای زیارت شرک و کفرم بروشم بپروشتم که ما هم قبول کد یعنی ما هم واقعا ای تفکر دیوبندی قبول کد و ما فکر ای شرکن تو شد ای زیارت پروشتن بالاخره در عرض 44 سال از هم یک حکومت عقب مانده مرتجع سنتی به نام جمهوری اسلامی که ضد زنه یعنی ما را برتی 1400 سال پیش و هم متاسفانه همزمان گویی لاتی جمعی مولا که مدارس دیوبندی تحصیلش کتا حد کن بلوچستان و امام جمعه بیتا و جمهوری اسلامی هم کمک کتن این دویم باعث بیتن که کم کم این فرهنگ بلوچستان عوض ببی فرهنگ بلوچستان الان به جایی رسته که بلکه من مذهبی جوان واقعا نزانن که 45 سال پیش بلوچستان چی بیتا 50 سال 100 سال پیش البته من وقتی بحث کنم مثلا اشنگ و گروه های سلفی یا حتی وهابی گوشی بله زمان جاهلیت بیته الان ما به زمان ترقی دینی رستگیم به هر حال این مشکلی که مای واسطه مصیبتی که پیش آمد و این مصیبت بلوچستان سره گشتر گرفتار بی چون علاوه بر جمهوری اسلامی که درسته ایران سره چو سیاهی شپا حد کو درو جاهی سیاه و تار کد بلوچستان تو که میلات ملا هم هور بودن گو مولویان و این تفکر دیوبندی و تفکر سلفی و من وقتی تفکر سلفی و دیوبندی انتقاد کنه منی سر باز هرشش کد حملهش کد ولی حقیقت ما باید بوشه مخصوصا نسل جوان و انی من گنده که نسل جوان واقعا دیما هست که از این نظر بلوچ باید بزانن که این چیزی که جمهوری اسلامی گوشگین این چیزی که دیگه گجر فکر کنن که ما و تیجانیان بلوچ و تیجانیان زیران لوگانی تو که قفل کنن تو من همین زیکیش هم جستش کو یعنی آدمایی که خیلی در کارم گوشی که شرم جریان پچه نه نماز مثلا نماز جمعه نه من گوش این جریان که شما دیدن حتی تظاهراتش کد در زاهدان ای تو فکر کنن کجا هست کردن ای تمام مصلح نمازخانه هست که یا روز جمعه خونین زاهدان من گو وقتی جنین هم کشک بیتن کجا کشک بیتن در همه مصلح زاهدان یعنی جنین هم کاین نماز بانن جنین هم بعد از نماز گو مردین هم اور بیان در صورتی که ما بزنیم میوتی جنین مثلا شما بچاره حتی در همه تلویزیون هامون تلویزیون استانی هامون هم برنامه های هستن سریال های هستن که بلوچ جنین هم هاین تو که نقش بازی کنن در نتیجه واقعیتش این که منی خیاله جنین بلوچ جنین واقعا از نظر من فکر کنم که ما را مردینه یک قدمی پیش رفت ترا ایشه ما حقیقت گوشتم درسته که ما که این تلویزیون تو گوشم که او جرین چه ما را پیش رفتن ولی در حقیقت ما مردین و تی جنده تو که ذهن تو که بلکه که این تلویزیون هم باز و شر پیش داریم ولی در حقیقت عقب مانده نه من نزانم منی خب خوشبختانه مسئله شه که من چه منطقی مثل چهابارت کنم که دوله میچیک نمیته قبل از آیگ مولوی عبدالرحمن و این تفکر دیوبندی این دول نبیته هنی بدل بوده و آ شکلی که دیگه نقاط بلوچستانی هستن چهابار دنینگ به آ شکل بدل نبیته حالا من لطفاً چه بانو مهرنوش شهبازی جز بکنه که واقعا منطقه سرحد چطوره یعنی شما البته منشه بوشم شما اگه بره مکران مشرقی مکران یا پاکستان از گوادر بگیر تا توربت بگیر تا برو کراچی گنده که آود جنین هر روز تظاهرات کنه جنین انی نه من جنین نوکی 2-3 هفته شروع کته ولی آود
سالها سال اینکه جنین تظاهرات کن، سالها سال اینکه جنین دیمای انتنا. این کلچری که اوده هستی، این فرهنگی که وادر هستیم، پیشکان هستیم، کراچی هستیم، تربت و منده هستیم، همه کلچر چهبار و ایران شهر و سرباز و سراوانی فرق نکن. ما را متاسفانه دو مشکل سرات که هم دور که من گو، یکی جمهوری اسلامی حکومت زوراکی و یکی میوتی مولایان که دیوبندی تحصیلش کتا و با تشویق جمهوری اسلامی ضد زن بودن، چون جمهوری اسلامی حکومت ضد زنی. از این نظر من وقتی گپا کوتاه کنن که بانو مهرنوش شهبازی گشتر در مورد حق حقوق جریانان واقعا و مخصوصا در منطقه سرحد، یعنی ایران شهر برز، هاش و تفتان و میرجاوه و زاهدان و سیستان بگوشیم. زندگ بات واجه عبدالستار دوشوکی ما پیسر چشه که شما جستا چه بانو که مرنوشا تریبونه بدین جواب بدن شه اضافه کنو که واجه ناصر بولیدی بلوچستان استمانگل سروک یا ما حزب مردم بلوچستان سروک میں برنامه اضافه بیتا واجه ناصر شما هم باشد که برنامه البته واجه دوشوکی سوالی چه بانو که مرنوشا کد بعد ما در ادامه تریبونه دهیم بانو که مرنوشا شما در رابطه با این موضوع جنینانی که شما به هر حال ما تاسیس حزب مردم ها یک که چه وقتی بندای اصلی وقتی سازمان ها یه بیت شما که جنین حق برابری به بلوچستان تو که مسئله که به هر حال شاید اوایل بازین یا این مسئله سرا جدی نگفت بیت بله حزب مردم یکی چه اول جریاناتم بیت که در رابطه با جنینانی مسئله ها به صورت واضح موضع گیری کتک و خبری کتک و هنی هم ما گندگان جنینا بر زایدان آتکین خیابان ها من چه دو مهمان دیگر ای برنامه اگه سوال کد مگو مار بلوچ شگان جنگ بید در رابطه با ایشی که شما تظاهرات مردینی تظاهرات هم بله انیم دو هفته که گندگانی که نه تظاهرات نگشتری نیم جنینات شما در رابطه با این موضوع چی باشه؟ سلامت به تیم مهربانی، سلام عرض کنم تمامی تلویزیون مردمانی که در صورت همکاری کنه همین دعوا باز باشم که بانوک مرنوش و گواجه دوشوکیا هم گپ و دوشوکی خوب به هر حال چهارم معلم بود و هنوزم یک بلوچ جوانیش و مرنوش دابا همش به پروگرام بودین و یه باز باشین گپ سلامت به یک بلوچ جنیران مسئله وادی که مطرح کنه گیتین و همین دواجه دوشوکی هم گوشتی که این مردمان در واقع اصل موضوع بلوچستان که نزانه اجتماعی مرچی نه و حتی تاریخی ها یک سری خبران شش کتگن تصویری که ایران حکومت چه بلوچستان ارد کته یا بخشن لحظه دیگه نیروان مذهبی چه بلوچستان ارد کته یا سنتی بلوچستان ها که مثلا بلوچ فرهنگ هم شیند در حالی که شی واقعیت نیست. بلوچستان فرهنگ از تاریخی بیچاره بلوچ جنین مردین گو یک دیگر ور بودند و مثلا یک کسی مثل پاتینجی که بلوچستان ها کتاب آکودا سفرنامه بلوچستانی هستنتی و نویسیدند که بلوچستان چوتی همسایگان یا دیگه کشوران اسلامی فرقند جامعه اسلامی ها ایدا جنین مردین گو یکدیگر ور کار کنه حتی یه دو نوشته که بلوچ مردینی و تی جنین گو دیگه مردین بگین دی کاران یا جای را بگین هیچ مشکوک نبیتین آی سرا و یه خوب پیش داریتند که بلوچ جامعه یک جامعه فرق کند تا دیگه جامعه همه زمانگا حالت درستی که جامعه قدیما همیدا بودتگن تقریبا این جنین مردین به یک شکلانی راحت‌تر بودتگن بل خب یه چیزا که بگوشه که مثلا حتما جنین مردین گو یک دیگر را به اصطلاح واقعا بلوچستان همیشه برابر بودتگن یا آودی هم 100% برابر بودتگن خب شیه گشین چیزی چون بلوچستان هم جامعه پدرسالاری بوده جامعه سنتی بوده بله خب باش زانید که یک سری چیزانند که حکومتانی که مشه ملکن تو که جور بودتگن او حکومتان کوشش کتر لحتی چا سنتان تا لحتی مناطقان بپروشند که آینی وقتی مردم بودتگن به یک شکلی یا آینی مردمانی که بودتگن آین ترجیح دادتگن نسبت به دیگران که آن نورمان است به سر سنتی پروژه بانته یک دولت ملی حساب آواتی سیاست دیم برن تا لحتی منطقه‌اش تقویت کتگن مثلا شیخ بیچاره مثلا شاه زمانگا یا خمینی زمانگا سیاست همی بوده که سنتان که استفاده به اصطلاح طوایف ببیتن یا خان و سرداران ببیتن سران سردار شام ببیتن و یا رند مثلا مولا و مولویان در مقابل خان و سردار همشان چیزانی که ماشو پیسرم همیتی برنامه هم گوشتگن و نو رژیم وقت هم اقرار کنگیم و حتی خلط بری هم یه خبر بیاد کتگن که بلوچان که شاه زمانگا به اصطلاح وزیر امور خارجه بوده که بلوچان باید پشت بداره و غیر متحد بداره غیر متحد داره هم شک بلوچا مذهبی نیمگا ببره دوسته مذهبش بده مفتناکا سردار سازی های قدیمی یک فرهنگ مخصوصی بوده یک زمانی واسطه کاری کنه یعنی تا جهان مدرن های بسا تقویت بکنه و یا دیگه سنتانی که مثلا به شکل
مرد سالاریان جنینانی باریشان رشد بدهشان کارانی که ایران انجام دادگن و خب ما چه واجد شوکی گشتید من خیلی یک واجد شوکی وقتم یک مقاله اشاره کرده یک بری که ته بلوچستان ها به اصطلاح نسبت به جهان دیگر ایران کسایی که ته شورای شهرند ته به اصطلاح ته مقامان مختلفیت کردن جنین بودن و یه پیش دارید که بلوچ جنینا خب بعد بلوچ واسطه مشکل ایران رشد کنه و دیما یا بعدی که بلوچ هم لوتی وقت همین رژیم هم کار بکنته جاسی هم بکنته با 10 برابر کار بکنه تا رژیم اعتماد بکنته جنین بلوچ با 2 برابر مردین آیی هم یعنی چایی هم گشتر باید کار بکنه تا رژیم و مردین اعتماد بکنه توانایی و اعتماد به نفس جنینا پیش داشتگی حالا به هر حال منکشو کار شهر بوده یا خراب بوده ولی شیک تا یه سیستم تا یک جانی هتر رستگی توانمندی جامعه بلوچستان رو پیش داریدن و ما دکتر گوش ما تا از مردم خب هر وقت همین برنامه دیگه پیشرتر تاکید کرده که جنین و مردین حق برابر باید بیتن و هیچ گونه خبریش نیست نه سنت بلوچ جنین حقتون دور بکنته و نه هیچ مذهبی بلوچ به عنوان مثلا جنین بیتن یا مردین بیتن باید برابر بیتن و ایشی هم همیشه تاکید کنند که ما به عنوان به اصطلاح کسایی که بلوچستان جامعه یا به اصطلاح استوانی راجی که بیزانه شه گوش نکنه که بلوچ نیم جامعه شاید که نیما کمتره ایشه وادی که ما بگوشیم ما برای چیزی که مثلا گوشنتی ناسیونالیسم مدنی تو نه و این 100% نوشی هم همیشه ما تاکید کنیم که بیچ وجه حقوق جنین فدا هیچ گونه مصلحتی نه مذهبی نه سنت بلوچی نه فرهنگ نه تاریخ نه زمانی بلکه برابری جنین و مردین حق یک چیزی که باید 100% قابل قبول بیتن و بیچ وجه یه چیزی نیست که مثلا قابل بحث بیتن اگه که ما خب مسائل شخصی کسی کار نی خانوادگی کسی کار نی ولی از حقوقی و قانونشان باید جنین و مردین حق برابر بیتن سلامت بید زندگ بات واجه ناصر واجه عبدالستار دوشوکی بانک مرنوش شما را جست کد در رابطه با سرحد و وضعیتی که ودا جنین هستین من از شما تا چه اندازه واجه سوال اگر یادین اگر نه مای تکرار بکنی سوالا لوت من سوال تکرار بکنم شما سوالا تکرار بکنیم مشکل نشه که نه من مکران باروینی چهباره چه ایران شهر جال من جنینانی قبل از ورود جمهوری اسلامی 44 سال پیش که یعنی میگه جمهوری اسلامی هست که یعنی میگه مصیبت بزرگ جمهوری اسلامی یعنی میگه هم مولوی های دیوبندی که پاکستان درسش منطقه همه مولوی هایی که همه مدارسان درسش منطقه که طالبان منطقه یعنی این تفکر طالبانی و تفکر دیوبندی و سلفی متاسفانه بر لات مولوی ها ملایان هسته و حد عوضش کو هن یک لات جوان مذهبی که من ایراد بگویش که تو اشتباه کنه ما اوتی مذهب و تو باز ترندی مرو آتی ما که مولوی هست منور شدم تحت تاثیر قرار گرفتم منور شدن زیارت میارد از درگی بگیر تا خز بگیر تا یه دیگه زیارت منور و دستان گو یعنی مرچم و نادانیت ولی خب ما را یه دوله الغایش کردم من بانو که جز کو که هندگی آلت یه تاثیر جمهوری اسلامی و تاثیر ملاهای دیوبندی که هسته هنی و سرحد جنینان سر چطور یک چمشان که ما را بده یا توضیح ما را بده که او دا جنینانی وضعیت سرحد منطقه در مقایسه مثلا با مکران چطوره من این سوال همشه ببخشید زندگ بات واجه دوشوکی بانک مرنوش شما در رابطه با واجه عبدالستار دوشوکی جوستا چی گوشه در رابطه با یه وضعیت جنینانی که سرحد منطقه تو با من با واجه سوال متوجه بتون چشی واقعا درستش سرحد نمگه که من زایدن گشتر ازانین واقعا مرکزگرایی خیلی حکومت افکار خیلی تاثیرش ده اسلامگرایی بی نهایت قسمت تاثیرش ده در حدی که به قول واجه ستر طرف اصلا نزن چه دریشی ولی فقط سرشی که اسلامگرایی خیلی نفوذ کرده بدون اینکه فکر کن داری خبر ادم و خیلی جنین سر ظلم هست و سرحد جنین واقعا خیلی چیزان محروم مانتان در حدی که مثلا اصلا حق نداری به توتی خواسته گوشی حق نداری به اوتی خبر دادن اگه مریض بی نتوان بوتی پس یا براسه گوشی بعد برو اوتی ماسا گوشی یعنی در چه حد چه خانواده این نه امنیت و آزادی یعنی که من اوتی خبر دیم بدون اینکه نجنم بدون اینکه نخفه کنم بدون اینکه گوشن تا غلط کنه خبر ده
در حالی که مشکل سرحدت بی نهایت است و همه ملاهای دیوبندی که من خیلی اون شمانه نزنیم و حد خیلی کم اطلاعات دارین، سرحدت خیلی هست و خیلی اوان افکار مردمان سرا نفوذ کرده و خیلی افکار گفته شا فرهنگ اصیل بلوچی دور کرده. همان که واجه ناصر و ستار گشتن در گذشته که جوانای مثل اما نبودن، بلوچ جنن گو مردن هم برابر بودن، چه کارت، چه سور بودن، چه اجتماعیت بودن، چه پا جنگ بودن، چه پا هر چیزی که بودن، چه خانواده با هم برابر و با هم یک کار را انجام دادن. ولی انون سرحد جنن در حد پوچ بودن، در حد یک طلای گفته نبودن که با هم دیگه رقابت کنن. یعنی فکرش ششی بالاتر نشده، ششی گشتر فکر نکنن که مثلا اما باید دوتر تغییر ده، اما گیتر زندگی باید داشته بیم. بچه چون این که بشن ظلم و تبعیض بیز قسمت ده که دیگه آجان به توانایی و فکر و دانش نرسته که آقا من حق داریم که درس بانین، حق داریم که گوشی من این مردم من نلوتین. اما این که عده جنک دارن که زیر سن به کودک همسری داده بوده، به چون همسری داده بوده و تمامشان دلیل جتایش حکومت هایی که ایران سران دارن ظلم کنن، به ویژه بلوچستان سرا همه اسلامگرایی هستن، همه ملاهایی که عده هستن و وقتون ماشالله چون جنگرن کودک همسری کنن. این دقیقا تمام گشتر مشکلات ششن سر چرا هست و واقعا. اما اینکه جوان این چوری که دارن بنده خدا نتوان تی خرجه در بیاری چه برسه جنگی، ولی اما ملاهای دارن که چون جنشون مردک باید 70-80 سالن، جن همسن منه، اجنکو نابوده، اجنکو دیگه اصلا زندگ نه. و اما جوان این چوری که مجرد بیکار معتاد که چه یک ملا و تی پدن که دماغ کن و چون جنگی و آخرون که پمن و پته حکم صادره کن. و واقعا من قبول دارم سرحد اما گشتر تحت فشار اسلام و حکومتن و متاسفانه این مشکل هست. ولی خوشحالم که زایدان جنین انون اوتی حکال اوتن و آتان دیما و من حمایت کنین شاوان و همین مردین انچه مکران نمک چه سرحد نمک هر جای شاوان خواهش کنین آن کسایی که واقعا انون به زن زندگی آزادی یا جنین زند آجوی پی بردن حمایت کنن گشتر می جنینانه، چون واقعا بلوچن جنین زک 10 برابر ادگه جنین ایرانی هن دارن به سختی اکامان و تیه برده هن. چون این که سرکوب بودن هیچ اعتماد به نفسی ندارن، حتی قوت نتونن تبادل نظر کنن، جرأت نکردن به هم دیگه گوشن که آقا نی پس ای کارکو یا نی مرد گمن ای کارکو، هیچ کجا نتونن خبر دین. و واقعا من نیاز دارم به اشخاصی مثل ستار دوشیبلی، ناصر، شما، واجه جانزه و خیلی افراد دیگه که روشن فکر و حمایت تکنه، چون واقعا بلوچ جنین زک ای که انو استاتان ای جنبش دارن همراهی کنن، واقعا 10 برابر ادگه جنین زگن دارن حرکت کنن، چون واقعا بی نهایت پیشان سکن. چادر سیاین چادر فرهنگ بلوچی تا نبوده ولی 44 سال بیشان سرا داتن، 44 سال بیشان ظلم بود. ای کوچکترین و نمادین ترین حرکتی این که بلوچ جنین زگن سرا بوده. زندگ بات بانوک مرنوش برحال همه چادر که شما اشاره کد دنینگا بلوچستان تو که یه چادر یا گوشن خمینی چادر یا گوشن ایرانی چادر، یعنی فرهنگی که بعد انقلاب 57 برحال چه ما ایران مرکزی شهر و جمهوری اسلامی آرت بلوچستان تو که بلوچ جنین وقتم یه چادر گوشن خمینی چادر. واجه دوشوکی شما بر من قبل از که شما را سوال بکنم، شما اما اولی عبران باره یک نظر من وقتا است، البته من به مجری برنامه بله چیزایی که ما وقت واقعیت دیسته جامعه تو که پدا باز وادنه ملکاش در بیتگی، اما فرهنگی که شما شرقی بلوچستان مناطق مختلف و مکرانه که مثال جد، یعنی دقیقاً ما بلوچستان هم همه وردین حالا که چابار یا مثلا نیکشر یا مناطق مختلف
بله، اما دیوبندی تفکر یا تفکر اسلام، اما اسلامگرایی افراطی، حالا اسلام و بلوچ به هر حال، اما چون که 1400 سال اسلام است که بلوچ هم 1000 سال مسلمانند و هیچ وقت اسلام په بلوچ مشکل ایجاد نکوتک، بله تفکر بنیادگرایی اسلامی مشکل ایجاد کتک. بعد یک که مشکلات عمده اش بیت که دو منطقه، مثلا سرحد تو که زاهدان، مکران تو که سرباز، یه دو منطقه هم مثلا برال گیشتر چه آدگه جا برال ما اسلامگرایی افراطی بیتگ جنینان اکوکم گیشتر نقض بیتگ. بانوک مرنوش مثال جد در رابطه با اما روشن فکری که برال شما رو واجه مثال جد و در رابطه با اپوزیسیون، من نظر اپوزیسیون بازتاب دهنده اما نظر اکثریت جامعه، حالا اکثریت جامعه تریبون نبید تا 44 سال تو که تریبون یک عده دستا بیت که آیا جنینان حقوق نادیده گرفته، وگرنه بلوچستان مردم منچو که مسجد تهران یا سننده جا کرمانشاه جاهای مختلفان زن زندگی آزادی شوار دهند، بلوچستان تو که یه چیز معتقدن واجد دوشو که شما برای اپوزیسیون تو که باز فعال تو واجه ناصر بولدی تو در رابطه با اپوزیسیون و نگرانی که در رابطه با شبکه افغانی خاورمیانه تو که همیشه از شبکه افغانی ما اگرچه مثلا یه برای بازم تکرار کنیم ما نگوشیم پاکی مولا و مولویان، بله یه بخش عمده چه مولا هم میگم پیرو تفکر شبکه افغانی. خب شبکه افغانی مشخصا زیر مجموعه طالبان، القاعده و گروه‌های خطرناکی هست. یه نگرانی اپوزیسیون تو که چطور شما یه نگرانی چه حداگندگاه و شما راهکار پا یه نگرانی حل کنک واسه چیه؟ به هر حال ایران در حال تغییریم، حکومت سرنگون بگه، یک که چه خطراتی که آینده سیاسی مشم جامعه اگه تهدید کنه و حضور شبکه افغانی مشم جامعه تو که جی واجه ناصر شما طبق نوبت اگه ما بریم واجه عبدالستار دوشوکی بله و تی نظر دادن، بعد در ادامه ما شما را همین سوال جز کنیم. واجه عبدالستار دوشوکی شما توان سوال جواب بده. من مولا بوتی سوال بوتی جواب لسه کوتاه کنم و گوان جواب بیدین که واجه ناصر گیشتر تون در این مورد خبر بده. جی زنده بود. من چه کریم الایام گشته که جمهوری اسلامی اگه برود گیشترین پایده بلوچانی گینه 1001 دلیل ها. ما زنه که بلوچستان محرومترین وارترین استان ایران و قوم بلوچ جمهوری اسلامی ظلم و زوراکی هنچو سست و بیزور کتا که این رژیم باید برو. یکی هم این مسئله مذهبی نشون چرا هنی ایران تو که درو مردم بر علیه نظام مذهبی چسبیدن، ولی من ملک تو که خوشبختانه یا به هر دلیلی رهبریت دست علمای اهل سنت، مخصوصا هنی که مولانا عبدالحمید واقعا موضع بسیار خوب و شرینه گرفتگی. ولی این نتیجه 44 سال جمهوری اسلامی که بلوچستان سر ظلم و زوری کته، درستی ایران سر برای از نظر مذهبی تنها گروهی که بلوچستان تو انتگه رشد بکنن و دیما بیایم نیروهای مذهبی بیتگن. در نتیجه ما گنده که دانشجو، دانشگاهی، استاد، فرهیخته ای دیگه مردم بلوچستان تو که سرکوب بیتگن. حتی یک زمانه که لاتی انجمن شعر و شاعری هر بود که لاتی بلوچ جمع بیتا شعر و شاعری در مورد ادبیات بلوچ، شعر و شاعری بلوچ خبر بکنن، هم کم کم مگار بودن. جمهوری اسلامی هیچ تحمل نکو. از این نظر جمهوری اسلامی باید برو و از دیدگاه من باید ما را به کمک نیروهای دموکراتیک، نیروهای پیشرفته سکولار تمام دنیا از جمله بقیه ایران لازمه. هرچه که مای ملک تو که همان رولا که من گو مای کلچر و مای ثقافت و فرهنگش عوض کتا ای 44 سال تو که دو نیروی مهمی که بوده است، نیروی سراسری و نیروی مردی. و ایشیا من البته خب من نزانم بانو مهنوش سکشر توضیح داد در مورد مسائل جنینان در سرحد، ولی شما اگه بچاره حالا من هم نگوشتگم شما اگه بچارتم از جنینان مثلا از اروپا بگیر تا حتی همه مایوتی ملک توکا فرمانداران، شهرداران، مسئولان، حتی جنین بلوچ سفیر
در نتیجه واقعیتش این که این پتانسیل، این قابلیت، این توانایی به بلوچ جنینان تو که هستیم و ما گنده گنم. بله دو زنجیر، دوین پادنگ و زنجیر اسیر بود. یک زنجیر جمهوری اسلامی که آین پادر بندند و دیگه زنجیر هم زنجیر ملاهای دیوبندی و فرهنگی که غالب کده هم بنده. در نتیجه واقعا جنین بلوچ کمک لوتی. جنین بلوچ باید این زنجیران بپروشی. وظیفه مردین بلوچین که باید وتی چوکان، وتی ماتان، وتی گواران، وتی تریان، ماسیان، بلوکان، هر کسا این نگاهی که دیوبندی، این نگاهی که طالبان آرتا که این انسان اینقدر پست و حقیر کتهش که انسان وتی چوکا جنین چوکا، انسان وتی جنینا، انسان وتی گوارا، انسان وتی ماتا، وتی ماسیا، وتی ترو به یک فرد مثلا نیم حق بچاری، یعنی به دیدگاه تحقیر آیه بچاری بگوشی که نه ایشی گو من مساوی نه. چقدر این انسان مسخ بوده و احمق بوده واقعا. مذهبیان حالا طالبان کتا، القاعده کتا، داعش کتا، هر کس کتا. از این نظر این بقیده من خیلی مهمه که ما نسل جوان باید بگوشیم که بابا شما اگر لوته بچاره عمان بچاره، ما از نظر اسلامی ما نتونیم چه عربان کاسه داغتر از آش ببین، برو امارات بچار، برو بحرین بچار، برو همین قطر و کویت و دیگه، حتی هنی برو عربستان بچار، آدیگه ملک هم بچار، لبنان و مصر و اردن و دیگه جاگه هم بچار. چطور بی آدرو و تی جنینا احترام یل کنن. بله ما بلوچ انچو احمق گیرارتا که ما تی مات و گوار و چوک و جنینا واقعا مثل همه طالبان بچارنا. از این نظر بقیده من این فرهنگ اصلا قابل قبول نیم. ایشی باید مقابله بکنه. مهم نه که این ملا پلا یا ملا یعنی طلبه ملبه که یعنی هزاران چیز بوده. دو چیز بلوچستان تو که واقعا من این جمله و تی کوتاه کنم که من تعجب کنم و میکروفون ده مواجه ناصر جانا ایشی که دو چیز بلوچستان تو کنی سک رشدش کتا که جمهوری اسلامی این دوین گروپ لازمه. یکی آز زمانه که شاه آخر زمانه که منی خاله ده دانه سردار یا سرطایفه من گشتر جاه نیارته، از چابهار بگیر تا زاهدان. هنی سردار سران توایف که هر کسی یک توپنگ داده جمهوری اسلامی برده و 5 میلیون 10 میلیون حقوقی ده بیت سرطایفه و بیت سردار. این جمهوری اسلامی هر کته و از این طرف هم مولانا من زمانه که ما حتی مولوی عبدالعزیز مرحوم اب نوشته مولانا مولوی الان درو مولانا حالا فرد شخصیت ارجمندی مثل مولانا عبدالحمید درست، ولی هر کس فارغ التحصیل بیانگه بروتی در نگت ریشی در نگت مولانا فلانی بوده. به هر حال این دوی اینی گروه های مذهبی جمهوری اسلامی مثلا کتگن گروه های سردار و طایفه که همه فرهنگ سنتی جمهوری اسلامی لوتن باز تقویت بکنن بلوچستان تو که هم جمهوری اسلامی هر کتگن و می این دوی مثل زنجیری بیتگن می جنینانی پادش بستگن دستش هم بستگن. این وظیفه ما این که هم کمک بکنین زنجیران به پروشنتنا و مساوی ببن، نه اینکه ضد اسلام به مساوی به مثل بقیه کشورهای اسلامی که هستن دنیای تو که. ببخشید من باز خبر کرد. زندگ باته واجه عبدالستار دوشوکی عزیز، واجه ناصر بولیدی، شما در رابطه با همین سوالی که من پرسید اشن که علی رغمش که مولوی عبدالحمید یک موضع کاملا درسته گرفته در رابطه با حقوق زن، در رابطه با مسائل مختلف، حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله بهایی و زرتشتی که یه هفته نماز جمعه مثالی جتن، بله پدا هم یک بحری چه مولا و مولویان تفکر بنیادگرایی اسلامی هستیم، نگرانی که آینده سیاسی جامعه تهدید کنه که حکومت و 100% باید برود. حکومت بعدی تو که تهدید کند بلوچستان جامعه مخصوصا حضور شبکه افغانی یا بحر چه شبکه افغانی مثل القاعده و طالبان و غیره مشمول جامعه تو که به هر حال ایشان حضور هستن و حضور کمرنگ هم نه حضور پررنگی هستند. شما یه نگرانی الکنک واسطه به عنوان دبیر کل حزب مردم بلوچستان شما راهکار چیه یه مسئله الکنک واسطه؟ مسئله الکنک واسطه شد که ما خوب موضوع مشخصی در این رابطه یا که بلوچستان تو که کلا اسلام به عنوان مذهب و باور ببخشید توار برگرده نشم توار مگوره درسته میکنه جیو
باید اسلام سیاسی ها هیچ گونه نقشی نبود و جامعه سیکولاری بیتین پیدابی که مولوی عبدالحمید تویتی هم گوشتگد جامعه سیکولار معنیش اینه که درو باید برابر و آزادی مذهبی بی اما آزادی مذهبی که شیعه جعفری هستن اثناعشری هستن اما آزادی سنی حنفی ها بیتین اما آزادی بهایی و زرتشتی ها یا مسیحی ها بیتین و یا هندو هم بیتین یا سیکا ها بیتین که هر کسی دیگه یا یک هم اتیست باوری هم نیستنی په هیچ گونه خدایی و هیچ دعوا آیی هم باید آزادی بیتین جامعه سکولار معنی همشین و من هدف همشین که هیچ کسی به اسلام به عنوان یک چیز سیاسی استفاده مکن و حکومت و دولت و به شکل سیاسی اسلامی مکن چون جامعه تو که مختلفی مردم هست همین وقتی مولوی عبدالحمید بعد یک زرتشتی نه براکنته بایان نه براکنته یعنی نتونت ایران یا بلوچستان یا کشور اسلامی بیتین مردم بلی مسلمان گشترش ولی خب یه معنیش نه که کشور باید اسلامی بیتین چون اساسش این که قانون اساسی 100% مردمه قانون اساسی 90% مردمه نه 95 هم نه 99 هم نه بلکه 100% مردمه 100% مردم هیچ با یک دا فکر نکنند یکی مذهب مردم نه اگه یکی مذهب و دین هم مردم پدا هم دیگه دا فکر کنند یا شیعیان یا سنیان پدا شیعیان تو که هم 1000 نمونه سنیان تو که هم 1000 نمونه هستین تیشی که مثلا میشه بلوچستان تو که هنگاه یک مثلا مختلفی تفکران یاد کردن تا دیوبندی یاد که سلفی یاد که و هنو حقانی هم یاگین خب یه تمامیگه پدا بخشانی چه همه سنیان ولی خب مثلا حقانی و شان باز اسلامی ترند و یا شکلی هم آشوگینده گیند که شان با تفکراتی که نزدیک القاعده هستند تو خواست طالبان تو که هم شان به یک شکل قابل تحمل نه و بخشانی هستند که دنیا هم شانی باریا گشتر به صورت ترسیتین چون شان بخشانی که خودکشی کنند گشتر تا همه حقانی مردمانند افغانستان و شما گوشت بلوچستان تو کام شان نفوذ کردن و این مزنی چالنجی بفرما خبرات شما واجه ناصر من توار دارد بله جی شما ابر تمام بید ما برای برنامه ساعت پایانی هم نزدیک بگوین ما برنامه کو مرنوش شروع کردیم برای بانوک مرنوش برنامه پایان ما پیدا کنیم شما نمیگه که پایان برنامه هم وقت شما را دهیم برای واجه ناصر بولیدی و واجه عبدالستار دوشوکی در رابطه با ایشون که اسلام گرایی افراطی هم ابر کد شما نگرانی بانوک مرنوش در رابطه چیه شما به عنوان یک جنین بلوچ فعالیت کنگاه حقوق جنین مطالبه کنگاه ما اول برنامه هم یه موضوع اشاره کد که جنینان مطالبه سراسر دنیا یکین چیزیم فرق نکن جنین واشنگتن بید پاریس بید یا تهران و سنندج و زاهدان و چهبار بید برای یه مطالبات جنینانی یک کند و نگرانی هایی که ما را درست هستن ایشن که برای بلوچ جنین هم همگام با دیگه جنین ها که وقتی حقوق مطالبه کنگاه مطالبه وقتی که لوٹ کند و ایشن که بلوچستان تو که افراطگرایی بازند نی شما بانوک مرنوش به عنوان یک جنین فعال شما نگرانی در رابطه با حضور همچین گروه های خطرناک در میان جامعه بلوچ چی هستند؟ ايش شرایط یا اگه انقلابی برای انقلابی که آتکا یه انقلاب مثلا آتکا که کل جنینان موضوع هل بکن ما نتنه امیدواریم که انقلاب فعلی ایران دو که جنین موشن خاورمیانه مشکلات پاک گو همی موج انقلابی حل ببن خاورمیانه جنینانی بله ما را شما رو بلوچ هم برای وقتی نگرانی هستم شما برای بغیر ازش که ما نگران جمهوری اسلامی یک حکومت ضد زنی یک ارتجاع داخلی مشم جامعه تو که است که یک ارتجاع داخلی که ضد جنین عمل کند و جنین کمتر چه مردین ازاند علا رغمش که ما پدا هم یه موضوع تاکید کنیم که مولوی عبدالحمید یا یک جنای چه مولان تو که روشن فکر دینی هست آیا معتقدن به حقوق زن حالا اگر معتقد نیند وقتی موضعگیریان تو که مشخص کرده که جنین ها حق برابر گو مردین است بله پدا هم یک بحری چه مولا و مولویان جنین برابر نزانند شما چیچو آیانیگی نگرانه شما چیچو نگرانه که بلوچ جنین سهم مبارد چه انقلابا
نگرانی که خب مسلما همیشه هست نبید گوشنین، ولی خب همه که انو مولای عبدالحمید البته خبر داده و خواهان برابری حقوق جنین و مردم بوده، اش خیلیش نگرانیان کمتر کن، چون خیلیش مردم من پیرو خبرای و نظراتی هن که مولای عبدالحمید دادن، مخصوصا سرحد نعمت خیلی به شخص مولوی چه دارن باور دارن تو قبول دارن. اش تا حدی خوبم و جای امیدواری که همه مولویون دارن تغییر کنن و امیدوارم که همچنان مانن تا آخر. خیلی مهمه. فقط ای که انو خبر دهنه اوکی یک تعدادی همیشه مخالفن، ولی مهمترین قدرت و زور همه مردمن. خب اگه مردم ما چه بگوید متحد بیان، چه جنین چه مردن، ملا یا نزنی هر شخص دیگه نتوان کاره کن. نهایت خبر دادن و یک چون داره پیرو داری، اگه پیرو بیان کیان؟ همه مردم عادی هن. اما هرچی اوتی آگاهی رسانی و مطالبه گری و عدالت خواهی گشتر کنن، چون جنین و مردن بلوچ اصلا نزان آزادی معنی چه، نزان زندگی معنی چه. بلوچ مردن زک و بوت و نزان چه لوتی واقعا، چه جوان چه پیر و فکر کن آزادی همیشین که اما دارن زندگی کنن، در حالی که بلوچ مردن زک تو مایه افتخار کل اوتی کشور بی، اما همچی چیزایی رو کم دارن. اوکی با سواد جنین دارم مردن دارم، ولی هیچ موقع نه توارش داره بی نه دیسته بین و جامعه خارج از بلوچ همیشه فکر کنم بلوچ یک جامعه بی سواد بی فرهنگ یا نزنین در حال خلاف و جنایت و ایش نیمه خوب بلوچ دیسته نبی. به چه علت؟ چون در سکوتن، زیر سلطه همه اشخاصی هستن که اوتی افکار دارن مردم سر غالب بکنن و این نگرانی هست. اما اگه انقلاب کردن به چیزان فکر کردن و باید پذیرای چیزان به همان که بلوچ داری این که اون ندن به خاطر انقلاب، پس ایش تعصبات و اشخاص منفی که لوتا همه دیما بوشتن و میلن اما به حق برابر زن و مرد برسن اهمیت نداری. اما وقتی همه جوان دارن نابوده بیان گرم بیان در برابرشان افکار سکوت کنن یا خم بیان بهشان افکارن، اصلا همچی چیز موفق نبی. و ایگش من مطمئنم که خیلیش جنین بلوچن دارن آگاه تر بیان و خیلی دارن شنگ اما اوتی جنده لوگه تا اما گسه تا ارزش و اعتبار ندارن، ولی انون همه مردن خیلیش دارن آگاه بیان، خیلیش حتی به ماشم بیا و شما هم همکاری کنید، شما حکم و شما باید اوتی حکا لوتید، ولی اما هم شما پشت هستن. خب پسش یک روزنه امیده، اما باید قسمت خوبی اگنده و قسمتی که خرابن تو خوب نین که قبل تر گشتن ایشان باید مقابله کنن. قرار نمیشه اما مثل آن وحشی گرایی کنن و نزنین جنن و کشن و اش کم حذف بیان، کم نابود بیان. وقت اما همدیگر افکار تغییر دیم، به همدیگه آگاهی رسانی کنن، کم اش کم رنگ بیان و از بین روان و تروس و نزنین اش خطراتی که تک تک اماره داری تهدید کن که به ویژه جنینن خیلی تهدید کن دیگه شبیه نرو. من جای نگرانی نگندیم، جای نگرانی همیشن که اما خیلی جوانان دارن دست داده یعنی انقلابتا و اما ما چش را قبول کردن و چشی خطرناکتر وجود نداری دیگه. چشی خطرناکتر چه لوتی بید زندگ باید بانک مرنوش منتوار چه شما بانک مرنوش به هر حال امی وڑا که ما شما درست زانیم بلوچ انقلابی که است انقلاب آزادی زن انقلاب نامه و علا رغم مشکلاتی که مرچی ما شمایشان باریا بحث کد بلوچه گیشترین هزینه انقلاب آزادی زن بلوچه هم پرداخت کتگ و مسلما اگر آزادی زن ایران تو که بید اول جنین هم که آزاد بند بلوچه جنین که گیشترین هزینه بلوچه داتگ. منتوار چه شما سعی مهمانه که مرچی وقتی واد آریان تیوی و گپ پتران برنامه داد بانو کو واجه هم منتوار چه شما که شما هم وقتی واد اشت مرچی آریان تیوی و گپ پتران برنامه چارید روچ واش